السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر تمام قومای عزیز عرب افغانستان. امید که جور صحتمند باشید. با تشکری از جناب سیف الدین عرب. جناب سیف الدین عرب بسیار لطف کلانی کرده که بر کسایی که زلزله زده معلول است، دست پای نداره، بسیار کمک نیکی کرده و تشکری میکنم از کسایی که هم نظر بودن، هم فکر بودن با جناب سیف الدین عرب که یاری نمودن و این کمک لطف گرفته و صورت گرفته که امروز به دست ما برسه تا در کسایی که معلول است، بیچاره از زلزله زده رسانیده شود. تشکر از گروه اتحادیه جوانان عرب افغانستان و این لوگو که میبینید اتحاد الشباب العربی الافغانستان، کمک های بشردوستانه عرب های افغانستان به عرب های بیچاره و زلزله زدگان افغانستان. ای عرب، ای شیر صحراهای داغ، ای بغیرت پشت هر طوفان چراغ، شمشیرت آتش، دستت رعد غرور، چشم دشمن خیره در برق تو کور. بنده خواجه فرهاد عرب هستم، یک تن از شاعران نوظهور عرب افغانستان. تشکری خاص دارم از جناب سیف الدین عرب. اگر لطف ایشان نبود این گونه کمک هیچگاه به ملت مظلوم عرب نمی رسید. تشکری میکنم از شما.